میدونستید توی خیلی از شهرها فاضلاب شهری مستقیما توی رودخونه ها ریخته میشه؟ سازمان آب این آب رو فقط گندزدایی میکنه اما تصفیه کامل انجام نمیده. از طرف دیگه لوله های توزیع آب شهری هم پر از رسوب و فلزات سنگین هستن که ممکنه وارد آب بشه. در مورد آب تصفیه با مفهومی روبرو هستیم به نام TDS که نشون دهنده میزان مواد محلول توی آبه. طبق گایدلاین سازمان بهداشت جهانی آب آشامیدنی باید TDS کمتر از 300 داشته باشه. تا 600 هم قابل قبوله ها، اما بالاتر از اون با احتیاط مصرف بشه. اگه TDS از 1000 بالا بره دیگه اصلا آب آشامیدنی حساب نمیشه اون آب. دقت کنید مصرف آب آشامیدنی با TDS بالا میتونه خطر ابتلا به سنگ کلیه رو افزایش بده. دستگاه‌های تصفیه آب مدرن TDS آب رو به حدود 150 تا 200 میرسونن که برای آشامیدن مناسبه، ولی مواد محلول به 0 نمیرسن. این دستگاه‌ها بیشتر آلاینده ها و املاح اضافی رو حذف میکنن، اما برای دوستانی که نگران املاح آب هستن یه فیلتر مخصوص دارن که مواد معدنی مفید مثل کلسیم و منیزیم رو دوباره به آب اضافه میکنن. پس در جواب این که میپرسن چه آبی مصرف کنیم باید بپرسیم TDS آب منطقه شما چقدره؟